السلام علیکم داملا. سوال: اگر در مسجد قوم جمع شد، در این حالت امام اشتراک کردن نتوانست، نماز را چگونه به جا بیارند؟ اگر از اهل جماعت قرآن خوان نباشد یا شخصی که قرآن خوان نباشد امامتی کردنش درست است یا نه که نماز جماعت را خوانده دهد؟ خواندن نمازهای گذشته درست می شود که قضای آن را بجارند. البته نمازهای قضای گذشته وظیفه همه ما و شما واجب است، باید نمازهای قضای گذشته را ما خوانیم. خب لیکن امام وقتی اشتراک نکرد در همون داخل قوم، کسی که اگر گویم نماینده هاش باشد، نماینده هاش نباشد، در بین همون قوم کسی که ذره بهبودی دارد از قوم دیده همون پیش در آمده نماز خواندن میگیرد. اگر میبینیم که همش عوام است، همش جاهل است، اقتدای جاهل به جاهل درست میشه. یک جاهل شب پیش میدراریم دیگرش از پسش خواندن میگیرن، درست میشود. فقط عالم از پس جاهل نمازش درست نمیشود. یا گویم که قاری را از پس گویم یک آدم عوام باشد، عامی باشد، از پس او درست نمیشود. جاهل به جاهل اقتدا کنه درست میشود نمازش.